شنونده برنامه اخباری آزادی هستید. درود. امروز 16 میون است و خبرهای نوی تاجیکستان و جهان دوام 15 دقیقه آینده نشر خواهد شد. نگاه به سرخط خبرها. دونالد ترامپ پرزیدنت آمریکا گفت که با ایران به سازش رسیدند و گلوگاه هرمز باز می شود. از حالا کشتی‌ها به حرکت آغاز می‌کنند. گلوگاه روز جمعه پورا باز می‌شود. نزدیکان محمد علی حییت عضو زندانی حزب ممنوع نهضت اسلامی از شکنجه و اذیت او در زندان شکایت دارند. دوبینکا شب میکنه، خودش نه فرمان میتیه، دوبینکا شب میکنه. در حالی که مقامداران و کارشناسان تاجیکستانی درباره تأثیر منفی زحمت کودکان حرف میزنند، پدر میگوید کار پسرش بهتر از کوچه‌گردی است. خطیب پدر که باشه در یک جای میدونه که همینجا خطیب سر کار میکنه، یک چیز یاد میگیره، نرمال میشه پدر. یک منصبدار بلندپایه حکومت آمریکا گفته است که واشنگتن و تهران اعلامیه تفاهم ختم جنگ و افتتاح گلوگاه هرمز را امضا کردند. با قول این منبع از طرف ایالات متحده آمریکا پرزیدنت دونالد ترامپ و نایب او جی دی ونس و از طرف ایران رئیس پارلمان این کشور محمد باقر قالیباف سند یاد شده را به طور مجازی امضا کردند. پیش بینی می شود که مراسم امضای سازش 19 میون در ژنو دایر خواهد شد. در پی آن دو جانب امکان خواهند داشت که در دوام 60 روز حل دائمی اختلاف را و از جمله بحث روی ذخیره‌های اورانی غنی گردانیده شده ایران را بررسی کنند. دیروز در فرانسه هنگام ملاقات با پرزیدنت این کشور امانوئل ماکرون، پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ این خبر را تصدیق کرد. کیومرث عطا گزارش خبرگزاری رویترز را آماده کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که در فرانسه قرار دارد گفت که متن اساسی سازشنامه با ایران نهایی شده است و آخری هفته در ژنو امضا خواهد شد. هنوز متن سازشنامه نشر نشده است. ترامپ از آن استقبال کرد. خیلی شدم که امضا شده است. سازشنامه نهایی شده است. گلوگاه قسما باز از طور اوگاید آنها مینه‌ها را جستجو دارند تا بی‌ضرر کنند. از حالا کشتی‌ها به حرکت آغاز می‌کنند. گلوگاه روز جمعه پورا باز می‌شود. بر اساس این سازشنامه باید تنگی یا گلوگاه هرمز باز و آتش بس 60 روز دراز شود. در این مدت جانب‌ها باید بر سر برنامه هسته‌ای ایران و مسئله‌های دیگر بحثی راه حل جستجو کنند. پس از این اعلان نرخ نفت که زیاده از 3 ماه باز بالا رفته بود یک بار پایین شد. تا آغاز جنگ از راه هرمز 20% نفت جهان می‌گذشت. مقامات دو کشور میگویند احتمال این سازشنامه برای ایران سود یا فایده داشته باشد و تحریم‌ها نسبت به این کشور سبکتر خواهند شد. هرچند مقامات آمریکا تاکید میکنند که این از آن وابسته است که تا کجا تهران از ساختن سلاح هسته‌ای و سرمایه‌گذاری گروه‌های مسلح چون حزب الله که آمریکا تروریستی می‌داند دست خواهد کشید. دونالد ترامپ گفت دادن امتیاز از رفتار مقامات ایران وابسته است. جناب پرزیدنت، سازشنامه سبک کردن تحریم‌های ایران را در بر می‌گیرد؟ نه، چون این چیزی نیست. این به رفتار آنها وابسته است. اگر آنها آن چیزی را که لازم است اجرا کنند، برداشتن تحریم‌ها شروع می‌شود. سوال‌های اساسی از جمله سرنوشت ذخیره اوران ایران که سالها باز بحث می‌شود، هنوز بی پاسخ مانده است. همزمان درگیری میان اسرائیل و حزب الله در لبنان یک بخش بحث برانگیز این سازشنامه دانسته می شود. اسرائیل میگوید با وجود دعوت بر رعایت آتش بس نیروهایش را از لبنان بیرون نمی کند و به حمله های حزب الله پاسخ خواهد داد. حزب الله یک گروه نیمه نظامی و حزب سیاسی است که بخش کلانی از جنوب لبنان را زیر نظر دارد. امریکا این گروه را سازمان تروریستی می داند و اتحاد اروپا تنها شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده است. حالا درگیری ها کم شدند ولی بس نشدند. هر روز از زد و خوردها از لبنان گزارش می رسد. یک منصبدار ایالات متحده به خبرگزاری رویترز گفته است که بیرون شدن نیروهای اسرائیل از لبنان بخش سازشنامه با ایران نبود و در همین حال یک مقام بلندپایه اسرائیل به خبرگزاری رویترز گفته است که این سازشنامه برای اسرائیل دهشتبار است و تمام حکومت این کشور بر همین عقیده اند.
و برمیگردیم به موضوع از تاجیکستان. نزدیکان محمد علی حید، معاون زندانی رئیس حزب ممنوع در تاجیکستان، از احوال بد او در زندان نگرانی دارند. ابتدای ماه روان دو خواهر و همسر محمد علی حید در زندان با او واخوردند. به قول آنها حید از شکنجه و شرایط بد زندان شکایت کرده است. گل بیبی حید و خواهر محمد علی حید به دفتر رادیو آزادی در دوشنبه آمده چنین گفت: روزی 2 ایون اویلشون دوتا خواهرم واخوری می‌دارن. بعد همراه حیات یک تا افغان و دوتا کش و همین آدم کشه جو کردگن. ای همین سبب حیات همیشه همه چی گفته که اکن مقصد که میکشنده، من همین وای میکنم که آینده ندارم. و فایرود میکنه، ناچلنیک کریتیا فایرود میکنه، ناچلنیک تورمای فایرود میکنه. در شاهدی هوایو میگه که اکم میگن که از طرف رحمانوف شمسیدین یکم مووین عمرов پیش یکم مووین شریف بودگی آدم همین کس. انا میگن که انا من لوچ در بیرون بالای برف نگاه داشته و دوبینکا شب میکنه، خودش نه فرمان میتیه، دوبینکا شب میکننشه. در ادامه صحبت همکارانم از گلبیبی حیتاوا پرسیدند که آیا او با کدامی از ماموران اداره زندانهای تاجیکستان درباره شکایت برادرش مراجعت کرده است؟ سرش کفاندگی بود، پردگوشش کفیدگی بود، ما لباسای خونالود برآوردیم. من نزدیک رحمانوف در اومده بودم، گفتم که من اهمی چیزا با خبرم که نسبتی حیاتف چیکار کردگیه. من این چیزایی که وای برآوردم من همینویا انالیزی پیشاب همین چیزا من گفتم که همین چیزا من ده هست. اگر سلوچی چیو ما اکی من میکشه، من تمام جهان ده میگم که حیاتف کشتم. هر وقتی که انمی با می دراین وایو چی میکنم پراویر که امی وایو کو چیز چوروش میگرفتن، پاستلوش میگرفتن، تیفالوش میگرفتن، دوروش انمی درد دل کتی خوب رفتگی کو دوروش نمیتیان. فهمیدی؟ وقتی که بعد من مراجعت کردم و دوای کردم که نسبت یمی آدم وای میکنه گفته کو بعد دوروش دادن. تلاش‌های ما برای گرفتن شرح رسمی از سرریاست اجرای جزای جنایتی تاجیکستان که مسئول نظارت از زندان‌ها است بی‌نتیجه بود. پیشتر وزیر عدلیه و هم سردار اداره زندان‌ها در پاسخ به شکایت‌ها از وضع محمد علی حید گفته بودند ماموران محبس نسبت به او یگان عمل غیرقانونی روان ندیدند. محمد علی حید معاون پیشین رئیس حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی سال 2016 در یک مرافعه پس درهای بسته به حبس عمرباد محکوم شد. مقامات حکم دادگاه را ثابت شده می‌دانند نزدیکانش بی‌اساس و دارای انگیزه‌های سیاسی می‌حسابند. مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان امروز 16 ایون قانون درباره عوف را بررسی کرده است. در خبرنامه در صفحه فیسبوکی مجلس نمایندگان گفته شده است که قانون درباره عوف مورد بررسی قرار گرفته قرار دخلدار قبول کرده شد. جزئیات قانون درباره عوف که کی قبول می شود و بر اساس آن کیها از زندان یا جوابگری آزاد خواهند شد معلوم نیست. معمولا در تاجیکستان در رابطه با این یا آن سنه زندانیان را عفو می کنند. روز 27 ایون در تاجیکستان روز وحدت ملی جشن گرفته می شود و 9 سپتامبر 35 سالگی استقلال تاجیکستان است. حالا دقیق نیست که در رابطه با کدام سنه این عفو اعلان خواهد شد. در تاجیکستان دیدن کودکانی که مشغول کارهای گوناگون هستند یک چیزی معمولی به نظر می رسد، ولی قانونگذاری کشور و قانونهای بین المللی جلب کودکان نورسان به مهنت را منع می کنند. پدر و مادران می گویند از آنه که کودکانشان بیهوده گردی می کنند بهتر است به کار مشغول باشند. همکارانم ارشاد سلیمانوف و امیر ایسایف موضوع کاری کودکان نورسان در تاجیکستان را پیگیری کردند. 4 ساعت صبح و 4 ساعت شام. این ریجه کاری علی جان همراهی 12 ساله است که در یک استاخانه تعمیری ماشین ها در راه دوشنبه وحدت کار میکند.
سهار ساعتای 7 میام تا ساعتای 11 12 را کار میکنم، باز مکتب میرم. بعد مکتب باز میام ساعت 4 5 میام باز کار میکنم تا ساعتای 8 7 تمام. هر روز هم خیلی هر روز یه خیلی وقت دم میگیرم. علی جان در اینجا از 8 سالگی زمانی که همسالانش سرگرم بازی و خوشگذرانی بودند مشغول کار است. هرچند او در صحبت با ما گفت که کارش دشوار نیست و خرسند است که برای بودجه خانواده یاری میکند، اما میگوید قسمی از همسالانش او را تمسخر نیز میکنند. همه چی بگم دیگه خواب میکنم میگم تمام چیکار نیست، ولی گفتن میگیره آدم دهنش هر چی میگم. اساسا چی میگن؟ هیچ نمیگن کار میکنی تو نمیای خونتون دیا بوناش کی یا برقتون باز نمیکنی میگم چی ده کاره سه مکانی کلا هم داد برام قدام بودم که مش سوز نیست. علی جان همراه پدرش کار میکند. پدرش حبیب محیدینов میگوید این کار مجبوری نیست، بلکه فرزندش کار را یاد میگیرد و به زندگی آینده آماده میشود. کار نکردن در کارهای ناشایسته دست میزنن کودکو، هر جا میروند در کار. این قطعی پدر که باشه در یک جای میدونه که همینجا قطعی سر کار میکنه یا چیزا یاد میگیره، هنرمند میشه. بر اساس آمار رسمی 2 سال پیش در تاجیکستان زیاده از 125,000 کودکی تا 18 ساله کار میکردند که 116,000 در دهه ها بوده اساساً مشغول کارهای صحرایند. بجز این کودکان زیاد در کیزارها، چارواداری، عرابه‌کشی، سلفن فروشی، ماشینشویی، سودای خیابانی، پلچینکی نقلیات جمعیتی زحمت میکشند. امبودسمن یا وکالتدار حقوق کودک در تاجیکستان از شرح وضعیت کودکان کارگر خودداری میکنند. مقامات دیگر میگویند تعداد کودکان کارگر در تاجیکستان تا سال 2024 خیلی کاهش یافته است. 2929 نفر کارمندان غیر رسمی که فعالیت مهنتی میکردند آشکار کرده شدند و از این 2198 نفر مردها، 720 نفر زنان و 11 نفر را نابالغان تشکیل میکردند. اما از سوی دیگر تاجیکستان با قبول یک برنامه ملی 4 ساله مهنت کودکان را چون یک مشکل جدی اعتراف کرده وعده کرده است که تا سال 2028 شکل‌های بدترین کار کودکان را کاملا از بین میبرد. روانشناسان میگویند در مجموع کار جسمانی با آینده کودکان تأثیری زیاد دارد. طور به ما معلوم است وقتی کودکان به کار آغاز میکنند آنها به انبوه فشارهای روحی، تحقیرهای گوناگون و پس‌زنی روبرو میشوند. برای روان یک کودک این خیلی بسیار است. در آینده این میتواند نه تنها رشد ذهنی آنها، حتی میتواند بر رشد فونکسیون شناخت روانی آنها نیز تاثیر بگذارد. این گونه کودک‌ها وقتی بزرگ میشوند خیلی زیاد با افسردگی مزمن گرفتار میشوند. قانونگذاری تاجیکستان کار کودک را به طور رسمی تنها از 16 سالگی اجازه می‌دهد. به طور استثنا با رضایت خطی والدان برخی کودکان می‌توانند از 14 سالگی کار کنند. برای کودکانی تا 16 ساله کار نباید از 24 ساعت در یک هفته بیشتر باشد. در زمان تحصیل کار کودک نباید از 2.5 ساعت در یک روز بیشتر باشد. سازمان جهانی کار و آژانسی آمار تاجیکستان در یک تحقیق مشترک چند سال پیش سبب‌های اساسی کار کودکان در کشور فقر، دشواری اقتصادی، ضرورت یاری مالی به خانواده، در مهاجرت بودن والدان و به دوش کودکان افتادن تامین روزگار دانستند. و کیر ستارمر نخست وزیر بریتانیا روز 15 ایون اعلام کرد که استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای افرادی تا 16 ساله در این کشور منع خواهد شد. او گفت که این شبکه‌ها کودکان و نوجوانان را در روبروی محتوای خطرناک قرار می‌دهند که خطرناک است و برای معتاد کردن طراحی شده‌اند. سپاس که تا پایان برنامه ما را همراهی کردید. اگر خواهید که از خبرهای روز بی‌خبر نمانید، سامانه رادیوی آزادی آزادی.org و صفحه‌های رادیو آزادی در تیک تاک و تلگرام، فیسبوک و اینستاگرام و یوتیوب و ایکس را پیگیری کنید. تا برنامه‌های دیگر، خدا نگهداری شما باد.